درس geometri رو با devam میکنیم با بسیار ها. در بسیار ها یعنی چه هستن؟ زیاده از 3 طرف دارن و 3 کنج دارن، مثلا 4 کنجه و 5 کنجه و 6 کنجه هم خیلی میرون. یعنی در بسیار ها در این درس ها اکنون مختصرا درباره هر یک ها، یعنی درباره 4 کنجه و نمودهای آنها درس میکنیم و بعد به دیگر نمودهای بسیار ها میرویم. یعنی در بسیار ها چی مهم است؟ بسیاری سوال میبینن چند تا دیاگونال کشیده میتونیم و سوم کنج‌های در این بسیار کنج‌ها چند است؟ همونهایی دیده میبرویم. بیاین با 4 کنج‌ها سر کنیم. 4 کنج‌ها چند دیاگونال کشیده میتونیم؟ در 4 کنج‌ها هر خیلی نمود هستن، کوادرات است، پارالگرام است، روز کنج‌ها هستند، باز رومبوس هست. یعنی در 4 کنج‌ها در همش هم وقت دو نمود دو تا دیاگونال کشیده میتونه در نمودی همه 4 کنجه و اینو در آینده هم میبینیم. فرمولا هسته برای همه 24 کنجه چند تا دیاگونال کشیده میتونه. برای 4 کنجه هم وقت دو دیاگونال هست. بعد در 4 کنجه در عموم گیریم چی مهم است؟ سوم کنجه چه هستن؟ با 360 گرادوس برابر است. سوم کنج‌های بیرون با 360 گرادوس برابر است. برای چی اگر پرسن 360 ما 4 کنجه رو هم وقت به 2 3 کنجه تقسیم کرده میتونه. یعنی سوم کنجه از 3 کنجه میبره. یعنی 2 3 کنجه داریم ما. چقدر که ما میدونیم سوم کنجه در 3 کنجه با 180 گرادوس است برابر است و اینجا 2 تا 3 کنجه داریم برای ما 360 گرادوس برابر است. کنج‌های بیرون هم خیلی حساب کرده میتونه. اگر مثلا من کنج‌های درون x, y, z و t گویم از یکم قاعده گویم سوم کنج‌های درونه چی معلوم میشد؟ x جمع y جمع z جمع t برابر به 360 گرادوس برابر است. کنج‌های بیرون چه اثبات کرده میتونه؟ مثلا این کنجی ای بیرونه چی است؟ 180 مینوس x چونکی خطی راست است و کنجی d 180 مینوس y، کنجی c 180 مینوس z و کنجی b 180 مینوس t. اگر ما همه کنج‌های اگر جمع کنیم و این خصوصیت رو استفاده بریم میبینیم که کنج‌های بیرون با 360 گرادوس برابر است. این رو به شما میمونم اگر باور نکنین اثبات کرده میتونین با همین رو. یک سوال کار کنیم. مثلا در اینجا البته میپرسد کنجی درونه او چند است. مثلا کنجی درونه a b c به چند برابر است. چه کار میکنیم؟ کنجی a به چند برابر است؟ اینجا 8 باشه این درون 100 میشود چونکه خط راست هستم. خط راست کنج هم 180. اینجا 1 باشه این 50 میشود. برای کنج b رو یافتن چیکار میکنیم؟ ما باید کنج‌های درونه یعنی کنج b جمع است با 50 جمع است با 100 جمع است با 70 با 360 گرادوس هم وقت برابر باشد چونکه این 4 کنجه است و b از اینجا به چند برابر میشود؟ 150 220 140 گرادوس برابر میشود. 140 گرادوس میشود. اکنون که ما کنجی درونه رو یافتیم بیاین با همین در همین 4 کنجه کنج‌های بیرون رو سنجش گذرونیم آیا به 360 گرادوس برابر است یا نه. باز در اینجا 2 تا کنجی بیرون داده شده است 80 و 130. دیگر 2 تا کنجی بیرون هم اگر یابیم اینجا چی گفتیم 140 گرادوس برابر است و کنجی بیرون اون به 40 گرادوس برابر است. اینجا اگر 70 باشد این چند میشود؟ 110. آیا اینها سوم آنها با 360 برابر است یا نه سنجش میگذاریم. 40 گرادوس جمع 80 گرادوس جمع 110 جمع 130 آیا برابر است با 360. سوال ما همین است. وقتی که جمع کنیم 120 230 360 طرف چپ با 360 برابر است طرف راست با 360. یعنی از اینجا برای دیدن مثال آوردم هم کنج‌های بیرونی 4 کنجه هم درونه و بیرونه با 360 گرادوس برابر هستند. در درس آینده 4 کنجه مخصوص رو دیده می‌بریم.